سلام، معین طاهری هستم. قراره با من نحوه کار با اپلیکیشن صنف طلا و جواهر رو یاد بگیرید. توی این قسمت لیست فاکتورها شامل فاکتورهای تصفیه ناتمام، فاکتورهای پرداخت شده و فاکتورهای ابطال شده رو برای شما توضیح میدم. در بخش فاکتورها شما فاکتورهایی رو که تا الان وارد کردین، چه از تصفیه ناتمام، چه پرداخت شده و چه ابطال شده رو مشاهده میکنید. در بالای صفحه سمت چپ روی این گزینه اگر کلیک کنید میتونید فاکتورهاتون رو فیلتر کنید. حالا بر اساس نام مشتری و شناسه مالیاتی یا تاریخ ثبت که میشه تاریخی که خودتون روی فاکتور وارد کردین، یا تاریخ صدور میشه تاریخی که فاکتورتون در سامانه ثبت شده، میتونید فیلتر کنید. فاکتورهای تصفیه ناتمام به این شکل نمایش داده میشه، زرد رنگن و شما دکمه ادامه پرداخت رو مشاهده میکنید که اگر روی ادامه پرداخت بزنید دوباره به صفحه فاکتور میایید و میتونید فاکتورتون رو کامل تصفیه کنید یا دوباره مبلغش رو پرداخت کنید و دوباره با دکمه برگشت دوباره به صورت تصفیه ناتمام درش بیارید. هر کدوم از فاکتوراتون هم اگر بخواید جزئیاتش رو مشاهده کنید میتونید روش کلیک کنید و به این صفحه میاد که این فاکتور تصفیه ناتمامه و جزئیاتش هم در بالا نمایش داده شده، حتی درصد اجرت، سود و همه این موارد اینجا نمایش داده شده. با این دکمه میتونید برگردین روی گوشی موبایل. یه دکمه اشتراک داریم که روی دستگاه پوز به شکل پرینته که اگر کلیک کنید دوباره فاکتورتون پرینت گرفته میشه. روی گوشی موبایل خواستین فاکتور واسه کسی به اشتراک بزنید کلیک میکنید و به این صورت انتخاب میکنید که فاکتورتون برای چه کسی ارسال بشه. فاکتورهای پرداخت شده به شکل سبز نمایش داده میشن که دوباره به همین صورت تاریخ ثبتش و تاریخ صدورش رو میبینید و اگر روش کلیک کنید دوباره جزئیاتش رو مشاهده میکنید و میتونید با این دکمه فاکتورتون رو ابطال کنید که دوباره ازتون تایید میخواد، اینجا تاییدش میکنید و فاکتورتون به شکل خاکستری در میاد ابطال شده که دوباره اگه اینجا روش کلیک کنید بالاش هم مینویسه ابطال شده و جزئیاتش رو مشاهده میکنید. فاکتورهای شما اگر به صورت همگام سازی نشده باشن، یعنی برای سیستم ما ارسال نشده باشن، در این بالا مینویسه همگام سازی نشده که الان مثلا اگر من اینترنت گوشیمو قطع کنم در وضعیت آفلاین باشم که میبینید علامت آفلاین اون بالای گوشی نمایش داده میشه. من فاکتوری رو ثبت میکنم، فاکتور رو میرم به صورت نقدی یا اصلا کارتی، هر کدوم از این گزینه‌ها شما بخواید میتونید پرداختش کنید. این فاکتور شما ثبت شده ولی به دلیل اینکه شما به اینترنت دسترسی ندارید همگام سازی نمیشه و به در بالاش نمیشه در حال همگام سازی، یعنی اینجا نوشته شما یک فاکتور در حال همگام سازی شده. این فاکتور شما پرداختش انجام شده و فقط به سیستم ما منتقل نشده و اگر شما دوباره اینترنتتون به اینترنت وصل باشین سیستم به صورت خودکار فاکتور رو همگام سازی میکنه. فاکتور همگام سازی شد و در کارگوشه شما قرار گرفت.